این سطل ماست، این پمپ آب کولر. به نظر چه ربطی به هم داره؟ با پمپ آب کولر از ماست کره بگیره. این سطلایی که تو خونه همه ماهه. یکی پمپ آب کولر رو برمی‌دارید می‌بندید رو در سطل. بعد اینجا رو نمی‌کنه یکی ورق فلزی گالوانیزه میره سر اینا با پیش برین جوشش بده. بعد ورقش رو نمی‌کنه طوری خم کنید که وقتی میچرخه آب به سمت بالا بپاشه. حالا بیاد باقیشو ببینید. خب بعدش ماست رو می‌ریزیم تو سطل. یکی ماست هم طورش باشه. یکم آب بهش اضافه میکنیم که رقیق بشه راحت بتونه همش بزنه. فکر میکنم خودم داره آشپزی یاد میدم. درش میذاریم سر جاش میذاریم تو برق. یکی نکته خیلی مهم، این موتور رو نذارید وسط، خب باید گوشه باشه. اگر وسط باشه آب دور میگیره دوغه میریزه بیرون و اصلا کره نمیاد. باز میکنم ببینید چی بشه این کره. خب همینجوری میذاریم کار بکنه تا 20 دقیقه تا نیم ساعت. بستگی به طورش یه ماست ده. ما تاسیسات مدل داره ماست بند یاد میدیم. نیم ساعت شده برگشتیم سر پروژه ببینیم که کره اومد یا نه. آقا بیا جلو. ماشاءالله کره رو نگاه کن. کره اصل یزدی. اینا آب سرد باشه که ببینید توش ببنده. بازمانده کره هم میشه دوغ. نه ناشکن بیار سر سفره خود دوغو کره محلی درست کن بخور. اینم کره خونگیه اولی سینا. اینم بره کال تو اکشن ویدیو. بفرمایید.